سلام. جنگجویان طالب 23 غیر نظامی را در هفته گذشته کشته و 45 تن دیگر را مجروح کردند. شورای امنیت ملی میگوید با وصف تاکید حکومت بر توقف خشونت‌ها، طالبان به کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهند. کشورهای منطقه و جهان از آغاز خشونت‌ها در افغانستان نگران هستند. وزارت امور خارجه میگوید در سن 60 سال که به میزبانی افغانستان دایر گردید، تمام کشورها بر کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. گزارشات میرساند که بیش از نصف کمک‌های صورت گرفته ایالات متحده به افغانستان از سوی آنها دوباره دزدی شده است. رسانه‌های جهانی نوشتند که تاکید شمار از نظامیان خارجی بر حضور در افغانستان نیز به خاطر فسادهای مالیشان است. شمار جان باختگان کرونا در کشور به 1000 تن نزدیک شد. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 172 مورد تازه کرونا به ثبت رسیده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موزیم هایا صوفیه را به مسجد تبدیل کرد. این مسجد در سال 1934 از سوی کمال اتاتورک به موزیم تبدیل شده بود.